سلام خدمت دوستان عزیز. ما همونطور که تو فیلم قبلی واسهتون از سرویس و همون که داشتیم کار میکردیم فیلم گرفتیم. بعد کارمون تموم شد، اومدیم که اتمام کار رو واسهتون فیلم بگیریم و نظرتون رو راجع به کارمون بگیم. خب این از کار بیرونشه، این هم از حمومش. کفش توسی خورده 30/30. جای لوله ها رو هم همه گردبر انجام دادیم. این لوله کش جاشو لوله ها رو کج گذاشته بود و ما هر کار کردیم نتونستیم صافش کنیم. بهش هم زنگ زدیم و تماس گرفتیم، گفتش که من خودم با لوله درستش میکنم. بعد این هم از اتمام کار، این هم از کار سرویسمون. جای توالت فرنگی، این هم ایرانی. کفش هم 60/60 کار شده. این هم از نمای کاشیش. اگه از کارمون خوشتون اومد ما رو سابسکرایب کنین و دنبال کنین و زنگوله رو بزنین. ممنونم.